سلام جناب پرزیدنت جیمی فلای، خوش آمدید به تاجیکستان. ما شنیدیم که قریب بود سفر شما به تاجیکستان برگزار نشود. من کار را در رادیوی آزادی به تازگی شروع کردم و اولین سفری من به تاجیکستان با نظرداشت آن بود که رادیوی آزادی و تلویزیونی نستعلیق وریم بسیار موفق هستند. ما چند هفته این جانب در مکاتبه با مقامات تاجیکستان بودیم و وضعیت تا آخرین لحظه روشن نبود، ولی خوشبختانه من ویزا هم گرفتم و با مقامات هم دیدار و گفتگو کردم. آیا واقعا هم مقامات تاجیکستان با شما نمیخواست ملاقات کند؟ میدانید تا لحظه آخرین روشن نبود. من خیلی خوشحالم که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ما واخورد و درباره موقع حکومت تاجیکستان نسبت به کار رادیوی آزادی در دوشنبه ابراز نظر کرد. من نگرانی های خود را همچون پرزیدنت رادیوی آزادی در بابت مناسبت با خبرنگارانمان به مقامات رساندم. من به ضرورت اکریدیتاسیون همکارانمان اشاره کردم تا اینکه خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستعلیق وریم تمام حوادث کشور را بازتاب داده توانند. خوشحالم که توانستم با وزیر کارهای خارجه در این باره تبادل نظر کنیم. با وزیر کارهای خارجه باز کدام مسئله ها را بررسی کردید؟ من به وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفتم که رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی درباره هر کشوری که گزارش می‌دهد و هر کشوری که در آنجا بیورو دارد معیارهای روزنامه‌نگاری را رعایت می‌کند. ما بی‌طرفی خود را حفظ می‌کنیم. ما امکان می‌دهیم که نظرهای گوناگون سیاسی شنیده شوند. من از وزیر کارهای خارجه دعوت کردم که مثل صحبت حاضره ما با رادیوی آزادی و یا نستعلیق وریم هم صحبت شود. به فکر من خوب است که مقامات دولتی توسط رسانه‌های ما نظر خود را به مردم رسانند. ما نظر آنها را در مسائل گوناگون پخش خواهیم کرد. همچنان امکان میدیم که مخالفان آنها هم چیزی بگویند. از این نقطه نظر رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی به همه امکانی برابر می‌دهد. امیدوارم که وزیر کارهای خارجه و مقامات دیگر حکومتی در آینده در مقابل رادیوی آزادی از موقع سازنده کار خواهند گرفت. درباره آزادی بیان در تاجیکستان چی نظر دارید؟ در کشورهای به مانند آذربایجان و ازبکستان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بیورو ندارد و آزادانه عمل کردن نمیتواند. به فکرم از این نقطه نظر حکومت تاجیکستان باید افتخار کند که چنین امکان را به رادیوی آزادی فراهم آورده است. مسئله دیگر این است که کارمندان ما نباید مورد فشار قرار گیرند. باید به آنها اکریدیتاسیون مناسب داده شود و آنها امکان اجرای وظیفه‌های کسبی خود را داشته باشند. مکالمه ما با حکومت تاجیکستان روی همین مسئله است و اگر ما نتوانیم کارمان را به طور مناسب اجرا کنیم، این مسئله میتواند واقعا هم مورد نگرانی از نظر آزادی بیان خواهد بود و فکر میکنم که حکومت هم این را میفهمد. فکر میکنید که اکریدیتاسیون به یک سلاح حکومت تبدیل شده است؟ Yeah, that's the concerning thing about the way that they're dealing with our bureau right now. I've also heard concerns about بله، این مسئله است که در بیوروی ما وجود دارد. من همچنان شنیدم که دسترسی به بعضی وبسایت ها هم مسدود شده است. با استفاده از وسیله های مختلف فشار آزادی بیان محدود کرده می شود. به فکرم حکومت باید نشان دهد که مسئله اکریدیتاسیون را همچون وسیله فشار به خبرنگاران مستقل استفاده نمی کند. نظر شما درباره دورنمای آزادی مطبوعات در تاجیکستان چی است؟ امیدوارم. میفهمم که ما به یک مرحله حساس وارد میشویم، زیرا سال آینده انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی دایر می شود و در این موسم سیاسی مهم است که رسانه ها حد الامکان آزادانه فعالیت کرده کار خود را پیش برند و مردم را از موقع گروه های مختلف آگاه کنند. آماری که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم بیانگر آن است که مردم تاجیکستان بر رادیوی آزادی و نستعلیق وریم میل زیاد دارند. فکر میکنم حکومت تاجیکستان هم این را درک میکند و به نفع حکومت هم هست که مردم تاجیک از دایره وسیع‌تر نظرهای سیاسی آگاه باشد. It's in their interest when they have an engaged citizenry who have a wide variety of perspectives that they're presented with. تشکر. تشکر به شما.